مهربانی هستن. خاله جان بیشتر چی گفتی؟ لحاف کار داشتی؟ تا گلیاب نیم داشت کنم مونه با ما که پیدا دیوانه هستنده دوست دلی خواه میکنن نداریم بیا خدا جان کدی تان خوب میکنن الهی از آخرت تان خوب کن جنت نصیب شما. خاله جان نکنین بیار داریم نیروغن ایچی بچه ها نمیبارم ایچی نزدن دیوان هستن خوشم توش هستن. این خاله هر 4 فرزندش متاسفانه که دیوانه است دیگه اعصابشان خراب است و این صندلیتان زیاد سخت نیست خاله. نه یخ است نیست صندلی. یخ و کمپل دیگه کمپل نداره نه کمپل نه دو تا گلیاب گفتم از کنه مردم گفتم برای دو تا کنه پولیسی نرم بچه ها خونه میبا اینجا سای بچه ها نمیبا نه کنه پولیسی کنه مونم باشه دو تا نرم کسی نه میکنه کسی. خاله جان اینی پوله بگیرین این 3000 افغانی است خب پول زیاد نیست برای خدا و ایره کمپل بگیرین خودتان درست است؟ ولی دیگه کمپل هم دیگه کلیو پس کامل که ماما بیاره خب ایره بگیرین مصرف کنین دوستایی که میبینن ما مطمئن هستم 100% شما را اسپانسر میکنن کمک میکنن ما اگه بتونیم خانه شما را رنگ کنیم صندلیتان را پس کنیم و یک بخاری چیز باریم درست است؟ کدام گپ نداری با کسایی که می نخواد؟ نه ما کسی کن ندارم نام خدا هیچ کس ندارم. موفق باشی خاله جان. دوستان عزیز من این خاله را تمام زنده باشه خدا جانه که جور بده الهی جنت ها با شما باشه الهی جنت با شما باشه الهی امین. دوستان عزیز شما که کریما خوبی کنی خدا کدی تان کنی الهی امین. دوستان عزیز یعنی اگر ما یک وقت قهوه خدا نه استفاده نکنیم به سال ازی خاله بفرستیم